روسیه درخواست تاجیکستان برای استرداد ای نامزاده نویه مرغاب را که به فرار از ارتش عیبدار می شود رد کرده است. در این باره روز 24 اکتبر سال 2023 اداره امبودسمن یا حقیقتچی قرقیزستان خبر داد. این یاد گفت که حقوق ای در نتیجه اقدامات مشترک اداره حقیقتچی وزارت خارجه و کنسولگری قرقیزستان در نوسیبیرسک دفاع کرده شد و آنها به مقامات روسیه تمام دلیل‌ها برای رد کردن درخواست استرداد به تاجیکستان و آزاد کردن شهروند قرقیزستان را ارائه کردند. ای اصلا قرقیز بوده در دهه مرغاب تاجیکستان به دنیا آمده است و سال 2013 به قرقیزستان کوچید. در اینجا بعدا به دلیل اصل قرقیزی داشتنش شهروندی این کشور را به دست آورده است. او 10 سال تمام در قرقیزستان به سر برد و تن و امسال به نیت مردکاری به روسیه رفت، ولی هنگام عبور مرز آن کشور با قزاقستان دستگیر شد. بنا به مواد پروندهش به ضد ای هنوز سال 2013 در تاجیکستان با اتهام خودسرانه فرار کردن از قسم عربی پرونده جنایتی گشودند. ای از سال 2010 تا 2013 طبق قرارداد در یک قسم عربی کار میکرد و گویا خودسرانه خدمت را پرتافته به قرقیزستان فرار کرده است. بعد بازداشتش مرزبانان روسیه ای و پرونده او را به دادستانی نقلیات نویه التای سپردند. با قرار دادگاه التای ای به مدت 40 روز تا زمان بررسی پرونده استردادش به حبس پیشکی گرفته شد. در این بین نهادهای دولتی قرقیزستان به قضیه دخالت کردند و دادستانی نقلیات نویه روبتسووا اخیرا قرار قبول کرد که طبق قانونهای روسیه مولت نیایی دعوای به جوابگری جنایتی کشیدن ای هنوز 6 آگوست سال 2019 به پایان رسیده است. بر اساس این قرار دادستانی اداره زندانهای روسیه ای را از بازداشتگاه آزاد کرده است.